خب صد رو میگفتی آره اصلا آره رئیس هم گفتش نه رئیس خودش گفتش یه ماه اینا ویدیو حالا فعلا با تو کاری نداره با تو حالا برای دوست کی زنگ زد؟ کی؟ لستر. راست میگی لستر زنگ زده. الو سلام لستر خوبی؟ الیو سلام خوبی؟ چه خبر فرانکلین؟ قربونت مثل خوبی؟ چیکار میکنی؟ قربونت تو خوبی چه خبرم؟ آره چه خبر؟ یه کاری باید داشتم. الان آخه ساعت چنده داشت؟ 4:30 من تو کامپیوتر بودم دوستی خونه مهدی طارمی. کی؟ دوستی خونه مهدی طارمی جوردن نمیل ایرانی ها اشکال نداره نه بچه ها زشت نیست به نظرتون؟ من میگم زشت نیست زشته ولی خب دیگه چه کنیم ببین چقدر پول میده چقدر پول میده نفر $1,000,000 زشت نیست داداش لوکیشن رو بفرست فرستادم چی میخوایم بیارم برات پول یا دلار میگم پول ایرانی هم داره 100% خونش آره 100% دلار برات فکر بیارم کنم آره $100,000,000 خونش پول داره فقط همونو بیار برام اونو میخواد مطمئنه چون پیام داده لستر کنم شارژش تموم شد بیچاره آره نمیشه $100,000,000 پول داره اوکی باش لوکیشن هم که فرستاده بچه‌ها برو بریم برسیم بیچاره پول بس این همه پول داره یه دونه شارژ میده پیامک بفرسته آره برو بریم برسیم اونجا خیلی جای قشنگیه آره من میگم بهترین خونه رو این داره یه تو اینتر باز نزدیکی به خونه رونالدو بچه خونه رونالدو همون جلوه دیگه فکر کنم اینجا فکر کنم یه جا خریدن که بادیگارد نداره نه میتونین بادیگارد داره ولی کم ببینم نه بچه بادیگارد نیست راحت میتونیم بریم خونه نه ماشین رد نمیشه لستر پیام داده نمیشه رد نمیشه ماشین در قفله بله ماشین میذارم جلو در بریم دیگه راحت این توضیح خیلی راحت بریم خدا خونه بعدش درد سر درست نشه خب آقا بریم صدرا بریم خب آقا دوربین اونجا چند تا هست بزنم بزن منم دارم میزنم خب صد تو بمون اونجا آره من موندم آره نگهبانی دارم میدم آره من برم قایم خونه رو بگردم دو بزن خب آقا اینجا که والا پولا که 100% خونه میذاره دیگه هم فکر کنم اونجاست بذار ببینم آقا یه لحظه بچه ها صدر لای سنگ و بغل ازده آره من دیدم کارت بانکیه آره اینهاش بچه ها بله بچه یه کارت بانکی اضافه شد آره یه دونه کارت بانکی اضافه شد بذار رمزش زده 3475 آره 34 3475 بذار مثلا یه موجودی بگیرم از این همراه بانکه 95,000,000 دلار پول داره تو کارتش زمین رئیس الو رئیس خوبی؟ رئیس؟ لستر بابا اینقدر رئیس میگیم بچه تو ویدیو اصلا بابا چه رئیس من اشتباه میگه لستر ببین من یه دونه کارت پیدا کردم کارت بانکی خب 3575 خب اونو بزنین من که زدم چیز شده بود چقدر صد رو؟ 95,000,000 دلار پول نقد تو کارتشه خب الان همه این پول رو بدم بهت آره همش بده من صد تو هم برو یه ذره خونه رو بگرد بیا دیگه باش بچه ببخش صد ذره خوشش اومده خونه گفتش من برم میذارم اینجا بگم خب بچه من صد رو بردارم بریم در خونه لستر و کارتو بدم بشه خب بچه چطوری آقا این اکه دارم رانندگی کنم یه هم دادم صدرا نشست و اینکه بریم در خونه یا مایکل بریم در خونه لستر خود اینجاست پیام داده میدونی چی پیام داده نوشته بذاری جلوی در برید من خونه نیستم
خونه نیست گو میخوره ما رو میکشه. سریع فوش میدنه داداش یه ذره مالی دی ماشین بذار همینجا بریم دیگه. بچه های چی نمیگم و یعنی درد میوردم و باشیم. خوب بله اینم کارت بانکی کارت اوه، از دست رفت کارت بلو بانک ها کارتشم. آره ایرانی دیگه نکنه 95 میلیون پول ایرانی بوده. خب بچه ها اینم از بود این ویدیو. بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بله تا یک ویدیو دیگه و لایک کامنت حسابم یادتون نره تا و یک ویدیو فعلا بدرود.